سلام، وقتتون بخیر. بریم که قسمت‌های مختلف اردک رو به هم دیگه بس کنیم تا بالاخره بتونیم اردک جذابمون رو کامل ببینیم. خب در ابتدا برای اتصال بالها ما بالها رو بافتیم، دو طرفش رو به هم باز هم بافتیم و الان بالها رو میتونید حدوداً رج 22 بین 22 و 23 قرار بدید و با اون اضافه نخی که از بالها برش زده بودید این تیکه رو بدوزید به همین شکلی که توی فیلم مشاهده میکنید. یه روش دیگه ای هم داره که اون رو هم در ادامه براتون میاریم. و وقتی که کل لبه بال رو دوختید به بدن، اضافه نخ رو توی رجهای مختلف و همینطور توی الیافی که توی بدن هستش مخفی میکنیم. این هم باعث استحکام دوخت بال میشه و هم باعث میشه که نخ اضافی دیگه پیدا نباشه. اما روش دیگه که برای همه اتصال ها و همینطور برای بال هم میتونید استفاده بکنید این هستش که انگار میخواید پای کوتاه ببافید. این پای کوتاه رو بین بال، یکی از پایه های بال و یکی از پایه های بدن این پای کوتاه رو اجرا میکنید. میبینید یکی از پایه های بال رو گرفتم، یکی از پایه های بدن رو هم گرفتم و یه پای کوتاه زدم. این رو تا انتها ادامه میدید. به این خاطر هر دو تا روش رو آوردم که شما خودتون انتخاب بکنید که چطور انجام بدید. سلیقه‌ای هستش، ببینید از کدوم روش بیشتر خوشتون میاد یا کدوم یکی راحت تر هستش. اتصال و مونتاژ قسمت‌های مختلف عروسک‌ها واقعاً حوصله باید داشت، یعنی در واقع حوصله میخواد و باید با حوصله این کار رو انجام. وقتی می‌بینید خسته هستید هیچ وقت این کار رو نکنید، چون نتیجه نهاییتون رو زیر سوال میبره. اون قشنگی که این همه زحمت کشیدید بافتید رو در نهایت بهتون نمیده. پس وقتی که میخواید هر کدوم از قسمت‌های عروسک رو متصل کنید، مونتاژ بکنید، دقت کنید که قشنگ با حوصله سر فرصت این کار رو انجام بدید، حالا با هر روشی که براتون راحت تر هستش. چه در روش اول اتصال چه در روش دوم اتصال شما در نهایت بایستی نخ اضافه رو توی بدن عروسک پنهان کنید. برای اتصال پاهای اردک بین رج 27 تا 29 بهترین جا هستش. یکی از این جاها رو انتخاب بکنید، میتونید اتصال رو انجام بدید. اتصال هم مثل همون اتصال بال اردک هست، به هر کدوم از اون روش‌هایی که دوست داشته باشید میتونید انجام بدید. اتصال نوک اردک هم باز هم به همین روش هستش که دیگه فیلم جداگانه براتون نذاشتن، چون دقیقاً عین همین اتصالات هستش. باز هم اگر سوالی داشتید حتما توی کامنت ها بپرسید.
برای دوخت چشم‌ها اول جایی که قراره چشم‌ها قرار بگیره رو با سوزن تیر اینطوری مشخص کنید. می‌بینید من چطور مشخص کردم. بعد یک نخ مشکی کانوای مشکی، بهتره که مخملی نباشه، کانوای ساده مشکی برمی‌دارید، وارد بدن می‌کنید و دقیقاً عین مراحلی که توی فیلم مشخص شده انجام میدید. در نهایت هم دو طرف نخ رو از یک در واقع پایه که خارج کردید همونجا گره میزنید و باز هم مخفی کردنش رو انجام میدید. قشنگ داخل سر عروسک مخفیش میکنید. خب انشاءالله که از این بافت خوشتون اومده باشه. ما رو سابسکرایب کنید چون به زودی عروسک‌های دیگه‌ای رو هم براتون فیلم برداری می‌کنیم و قرار میدیم توی کانال. موفق باشید و خدا قوت.